سازمان ملل متحد بازداشت 4 فعال از ولایت مختار کوهستان بدخشان را از جانب مقامات تاجیکستان همچون بازداشت‌های خودسرانه اعتراف کرد و خواستار از زندان رها کردن این 4 فعال الفتخان محمدشاه و سوربان یونویف، فراموز ارگاشوف و منوچهر خالقنظرов. همه این فعالان سال 2022 در جریان سرکوب اعتراضهای بدخشان دستگیر و به مدت از 10 تا 29 سال محکوم به زندان شدند. از ده تیوی یک پایگاه خبری مستقر در اروپا روز 3 یولی سال 2024 خبر داد که گزارش درباره این 4 فعال بدخشانی از جانب گروه کوری در مورد بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد در اجلاس 99 این نهاد قبول و در سامانه سازمان ملل در 2 حجت نشر شده است. بنا به این منبع در قرار این گروه گفته می شود که بازداشت روزنامه‌نگار الفتخان محمدشاه و صاحبکار و فعال جامعه شهروندی از نویه روشقله سوربان یونویف، این چنین حقوقشناس فراموز ارگاشوف و منوچهر خالقنظرов خلاف طلبات اعلامیه عمومی حقوق بشر، پیمان حقوق کودک و حقوق انسان و پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی بوده به این دلیل بازداشت خودسرانه ارزیابی می شود. گروه کوری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که این 4 نفر را فوراً آزاد کنند و بر اساس قوانین بین المللی به آنها حق جبران و دیگر شکل‌های جبران پولی را فراهم کنند. این گروه همچنین از حکومت تاجیکستان طلب کرده است که تفتیش پوره و مستقل وضعیت را که به خودسرانه از آزادی محروم کردن این شخصان آورده است تامین نمایند. مقامات تاجیکستان تا حال به خلاصه گروه کوری سازمان ملل واکنش نشان نداده است، اما در گذشته مقامات دوشنبه طلب‌های قبلی این گروه را در مورد آزاد کردن چندین زندانیان سیاسی از جمله محمد علی حید، زید سعیدوف، سید عمر حسینی، محمد روزی اسکندرов، بزرگمهر یارov، مقصود ابراهیمov و دیگران را اجرا نکرده بود. در دوشنبه می گفتند که قانونگذاری تاجیکستان بر اساس تقاضای سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل عوض کردن حقوق‌های صادر کرده دادگاه این کشور را اصلا پیش بینی نمی کند. بر علاوه در دوشنبه اصرار می ورزند که گناه این نفرانی که سازمان ملل آزادیشان را طلب دارد در دادگاه اثبات شده است و حکمشان بازنگری نخواهد شد. باید گفت فعالان زاده بدخشان الفتخان محمدشاه و سوربان یونویف، فراموز ارگاشوف و منوچهر خالقنظرov پس از تظاهرات آسایشته مردم این ولایت مختار و قتل دهها تن از جانب حکومت در سالهای 2021-2022 بازداشت گردیدند و تا امروز دهها سازمان بین المللی و کشورهای غربی آزادی آنها را طلب دارند. ماه می سال 2022 مقامات تاجیکستان اعتراضها در بدخشان را با استفاده از نیروی ویژه مسلح سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراضها بیش از 30 نفر کشته شده. در پی این حادثه بیش از 200 تن از زادگان بدخشان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. از جمله دست کم 8 نفر آنها حکم حبس ابد گرفتند.